سلام، من علی رنجبر هستم و امروز قرار در مورد بایوکامپتیبیلیتی در مدیکال دیوایس‌های پرینت شونده صحبت کنیم. در اول ویدیو مدیکال دیوایس چیه؟ مدیکال دیوایس یک ترم کلی است که متریال ها، ابزارها، وسایل و رستوریشن هایی که در زمینه پزشکی استفاده میشن اطلاق میشه. حالا در حیطه دندان پزشکی ما چه مدیکال دیوایس هایی داریم و به عنوان یک پرکتیشنر باید با چه چیزهایی آشنایی داشته باشیم در مدیکال دیوایس های پرینت شونده؟ بخوام با یک مثال بهتون نشون بدم، یک مدیکال دیوایس پرینت شونده رو توی این مجموعه میتونیم مشاهده بکنیم. مدیکال دیوایس های پرینت شونده یا به عنوان رستوریشن استفاده میشن، یعنی چیزی که ساخته میشه توی دهان قرار میگیره به صورت رانگ ترم یا مید ترم یا به صورت متریال های آگزیلاری هستن، مثل همین مدلی که توی دست من میبینید، کست های دنتال به اصطلاح. و خب از اجزای مختلفی میتونن تشکیل بشن. مدیکال دیوایس های پرینتبل هارد داریم، مدیکال دیوایس های پرینتبل سافت داریم مثل این پارت جینجیوال یا لثه که ما پرینت. حالا بپردازیم به اینکه چه گرید های بایوکامپتیبیلیتی رو ما داریم. به صورت کلی مدیکال دیوایس ها توی 3 گرید بایوکامپتیبیلیتی تعریف میشه. گرید 1 مدیکال دیوایس های با ریسک پایین. یعنی چی؟ مدیکال دیوایس هایی که قرار با پوست در ارتباط باشن، قرار نیست با محیط داخلی بدن در ارتباط باشن و صرفا یک استفاده کلی دارن. مثال خیلی رایج این مدیکال دیوایس ها همین کستی است که خدمتتون نشون دادم. حالا یا جینجیواش یا خود کستش، اینا مدیکال دیوایس هستن که باید گرید 1 بایوکامپتیبیلیتی رو پاس بکنن. مورد بعدی به گرید 2 میرسیم. گرید 2 مدیکال دیوایس هایی هستن که با مخاط در ارتباطن و با پوست برای مدت طولانی در ارتباطن. مثل چی میمونه؟ مثل رستوریشن های دندانی. رستوریشن های دندانی چه رستوریشن های ثابت چه رستوریشن های متحرک، مثل دنچر های پرینتبل یا آلانیکس های پرینتبل، اینها پروتز هایی هستن که داخل دهان قرار میگیرن و به مدت طولانی داخل دهان میگیرن. از مثال های دیگه این رستوریشن ها میشه به کرون های دائم و موقت اشاره کرد که در اون داخل دهان سمان میشن و برای یه مدت طولانی ها میتر داخل دهان باقی میمونن. اینا باید تایپ 2 بایوکامپتیبیلیتی رو داشته باشن. حالا تایپ 2 چیه داستانش؟ تایپ 1 که گفتیم قرار با پوست در ارتباط باشه و حساسیت ایجاد نکنه. اما تایپ 2 باید ایمنی رو برای ما ایجاد بکنه که در بزاق حل نشه، دچار ایجاد بیماری برای بیمار نشه و موارد ثانویه مثل التهاب‌های مختلف رو ایجاد کنه. به هر حال این رستوریشن مثل یک ریفرش قرار داخل دهان قرار بگیره و 3 ماه بشه و یک مدت نسبتاً طولانی داخل دهان. و اما میرسیم به رستوریشن هایی با تایپ بایوکامپتیبیلیتی 3، یعنی مدیکال دیوایس های بایوکامپتیبیلیتی 3. برای چه مدیکال دیوایس هایی نیاز داریم؟ مدیکال دیوایس هایی که با محیط داخلی شامل مخاط و خون در ارتباط هستند، یعنی به صورت مستقیم با بافت زنده در ارتباطن و بافت زنده که دچار ریسک میشه. مثال خیلی واضح این داستان ها سرجیکال گاید ها هست که توی یک ویدیو مفصلا به این سرجیکال گاید ها از رزینی که باید استفاده بشه صحبت می‌کنیم. و اما کلا یک مدیکال دیوایس از چه رزینی باید براش استفاده بشه؟ از چه متریالی باید براش استفاده بشه؟ مثلا به چه متریال های مدیکال دیوایس رو اطلاق می‌کنیم؟ متریال هایی که تخصصی در حیطه دندان پزشکی و پزشکی استفاده میشن مدیکال دیوایس براش اطلاق میشه. یعنی اگه ما همین کس رو بریم با یک رزین صنعتی پرینت کنیم، شاید نتایج نسبتاً مشابه بده که قطعاً از لحاظ دقت، کیفیت ساخت و از لحاظ میزان صمیمیت در حد یک رزین دنتال و مدیکال نیست. ولی نمیتونیم بهش مدیکال دیوایس اطلاق کنیم و در حقیقت یک جنایت در حق بیمار. مثلا ما یک دنچر تراین داریم که گرید 1 بایوکامپتیبیلیتی رو داره و یک دنچر پرینتبل دائمی داریم که باید گرید 2 و 3 بایوکامپتیبیلیتی رو داشته باشه. این دنچر برای یک مدت خیلی کوتاه در حد یک تراین داخل دهان قرار بگیره و اگه بیشتر از اون قرار بگیره موجب عفونت‌زایی و سمیت برای میشه. در صورتی که این یکی دنچر با اینکه هر دوتاشون دنچر پرینتبل هستن، به دلیل متریالی که در آخرش استفاده شده گرید 2 و 3 بایوکامپتیبیلیتی رو داره. یعنی اگه توی مدت طولانی داخل دهان بیمار قرار بگیره دچار حساسیت نمیشه بیمار، التهاب نمیبینیم و عفونت نمیبینیم. بنابراین این مورد در ما خیلی مهمه که به عنوان یک پرکتیشنر در حوزه دندان پزشکی و پزشکی
از تمامی این موارد اطلاع داشته باشیم و از متریال های مدیکال، دستگاه های مدیکال استفاده کنیم. وقتی ما میخوایم به یک نتیجه گلد استاندارد برسیم باید همه چیز گلد استاندارد بشه. امیدوارم لذت برده باشید. در ویدیو بعدی می‌بینیم.